دوستای خوبم سلام. به ویدیوی امروز خیلی خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز توی این ویدیو میخوام در مورد سریال قزلجیک شربتی یا شربت زغال‌اخته صحبت بکنم. میخوام بهتون بگم که قراره کدوم 4 بازیگر از سریال خارج بشن، قراره کدوم بازیگرا وارد سریال بشن، چون حدوداً 4 یا 5 بازیگر قراره وارد سریال بشن. اینکه توی 2 قسمت آینده قراره چه اتفاقاتی توی سریال بیفته. از قسمت 114 حدوداً یک پرش زمانی 6 ماه خواهیم داشت. یعنی 6 ماه آینده رو سریال نشون خواهد داد. پس اگر آماده اید بریم که ویدیوی پر از جزئیات، پیشبینی و اسپویل رو شروع بکنیم. راستش رو بخوام بگم من خودم دیگه خیلی جدی این سریال رو دنبال نمی کنم. چرا؟ برای اینکه خیلی دیگه کشش دادن. طلاق و ازدواج مکرر کاراکترها دیگه خیلی زیاد شده بود. دعا و فاتی هی طلاق میگیرن، ازدواج میکنن. کوولجون و عمر هی قهر میکنن، آشتی میکنن. یا کاراکترهای زیادی وارد سریال میشن، کاراکترهای زیادی خارج میشن، مثلا میمیرن. به نظر من دیگه خیلی کشش دادن. فصل اول و تا یه حدودی فصل دوم خیلی عالی بود. به نکته خیلی خوبی اشاره کرده بود، دست گذاشته بود و واقعا سریالی بود که آدم رو جذب میکرد، جذب خودش میکرد. ولی از یه جایی به بعد دیگه نه، من نتونستم به اون جدیت دنبالش بکنم. ولی برای شمایی که احتمالاً دنبالش میکنید و دوست دارید، این اطلاعات رو خواستم باهاتون در میون بذارم که قراره چه اتفاقاتی توی سریال بیفته. اول در مورد اون 4 کاراکتری که قراره از سریال خارج بشن صحبت بکنم. اولین کاراکتر اشل هست که میدونم خیلیاتون خوشحال میشید برای اینکه از سریال میره. من خودم که واقعا دلم خنک میشه. از اول فصل 4 به نظرم تا همینجام که دوام آورد اشل خیلی زیاد بود. یعنی دیگه باید خیلی زودتر از سریال بیرونش میکردن. همه کارهای زشتی که این زن توی سریال انجام داد و کلا کاراکتر این زن رو نمیدونم چطور نوشته بودن. اگر خاطرتون باشه اون قسمت‌های اولی که ایشل وارد سریال شد، نقشش یک زن شاغل، جوان، مستقل، زیبا هست. نمیدونم چرا دوباره آوردن این رو عاشق عبدالله بی کردن. حالا عاشق هم نه، ولی مثلا به خاطر پول آقا عبدالله افتاده دنبال آقا عبدالله. یک جوری خیلی غیر منطقیه. نمیدونم چرا دوست دارن که همه زنهای جوان و زیبا و مستقل بیان عاشق مردهای پیر پولدار بشن توی این سریالای ترکی. ولی خب حالا هرچی اومد باش ازدواج کرد، ولی دیگه کاری نبود که این زن نکرده باشه. پنبه رو کشت، نمیدونم اون رابطه پنهانیش با لئو و که به امید خدا دیگه قراره از قسمت 113 ما این اشل رو نداشته باشیم. کاراکتر بعدی که قرار از سریال حذف بشه کاراکتر مصطفی هست. مصطفی هم از یک جایی به بعد که بیماری روانی رو وارد بازیش کردن، دیگه چپ و راست میرفته، هفتیر میکشید، اینو میکشت اونو میکشت. دیگه به یک جایی رسیدن که عوامل سریال گفتن دیگه بس، دیگه یک جایی همین مصطفی رو ما دیگه از سریال بیرونش بکنیم. به احتمال زیاد قراره توی قسمت 113 مصطفی و اشل توی قایق، حالا نمیدونم که غرق بشن، همدیگه رو بکشن، چی بشه، قراره که دیگه این 2 کاراکتر حذف بشن از سریال و احتمالاً کشته خواهند شد، اشل و مصطفی. حالا وضعیت آقا عبدالله هم خیلی جالبه. زن اولش که پنبه خانم اونطوری مرد، زن دوم که باهاش توی رابطه بود و با اون به پنبه خانم خیانت کرد، آلو، اونطوری مرد سر به دنیا آمدن بچه توی خارج که از سریال رفت. زن سوم اشل اینطوری قراره بمیره. واقعا آقا عبدالله کاراکتری هستن خاص و منحصر به فردیه توی این سریال‌های ترکیه. نظیرش رو من ندیدم. و اینکه این کاراکترها بدون اینکه نتیجه کارهاشون رو ببینن اینطوری راحت از سریال کنار گذاشته میشن خیلی جالبه. اگر خاطرتون باشه زن دوم فاتح، گورکم، اون هم یک زن روانی بدجنسی بود. اون هم همینطوری خیلی راحت کشته شد و نتیجه اعمالش رو ندید، به سزای کاری که کرده بود نرسید، خیلی راحت کشته شد. این شد هم مثل اینکه اونطوری دیگه قراره کشته بشه بدون اینکه نتیجه کاری که کرده رو ببینه. کاراکتر سومی که قراره از سریال خارج بشه فیراز هست. فیراز از یک جایی به بعد انگار دیگه نویسنده نتونستن خیلی در مورد اون هم توی سریال به نوشتن ادامه بدن، یعنی اتفاق جدیدی براش در نظر گرفته بشه. و اگر سریال رو دیده باشید، رابطه پنهانی فیراز با دمت باعث بروز مشکلاتی براش میشه. نورسما احتمالاً این خیانت رو خواهد فهمید و کنار گذاشتن فیراز هم به نظر من دیگه اگه قرار باشه فیراز رو هم بکشن خیلی مسخره میشه.
به احتمال زیاد قرار فیراز از نورسما طلاق بگیره، جدا بشه و اینطوری از سریال خارج بشه. حتی من فکر می‌کردم که احتمالاً نورسما حامله خواهد موند از فیراز و مثلا بچه‌ای که به دنیا میاره یک بار درامی به سریال اضافه میکنه. ولی توی تیزر دیدیم که نورسما یک جایی گفت که خدا رو شکر که حامله نیستم و جون سالم به در بردم، جز کورتولدوم، یه همچین چیزی. پس کاراکتر سومی که قراره توی قسمت‌های 113 به بعد نباشه کاراکتر فیراز هست. و جالبه یک جایی میخواستن بین فیراز و دعا یک رابطه عاشقانه‌ای به وجود بیارن، ماجرای اسمس بازیشون که فیراز برای دعا اسمس میفرسته که خدا رو شکر اینو ادامه ندادن. یعنی واقعا یه خیلی مسخره میشد که فیراز بیاد با دعا وارد رابطه بشه دیگه. این رو واقعا نمیشد تحملش کرد، هضمش کرد. خدا رو شکر این رو روش خیلی تاکید نکردن، ادامهش ندادن. میگم به خاطر این بود که نمیتونستن کاراکتر فیراز و دعا رو خیلی دیگه کشش بدن، نقشی بازی براشون انگار دیگه نمیتونست نوشته بشه. یه نکته هم بهتون بگم، نویسنده اصلی این سریال مادر واقعی نیلای هست و یه کامنتی خوندم یه جا خیلی جالب بود، اینکه هی کاراکترها میرن، کاراکترهای نقش اصلی هم دارن دیگه از سریال میرن. یه نفر نوشته بود که خیلی خوبه همه برن از سریال، مامان نیلای سریال رو بنویسه، نیلای هم بازی بکنه. یعنی تنها کاراکتر ثابتی که هر اتفاقی هم براش میفته دوباره روپا میشه نیلای هست. خواستم این رو بدونید که از نویسنده های اصلی سریال که سناریو رو نوشته مادر واقعی نیلای هست. در مورد نورسما صحبت می‌کردیم، اینو یادم رفت بهتون بگم. دقت کردید نورسما که اینقدر به پدرش ایراد میگرفت، ازش انتقاد میکرد، چقدر خودش شبیه پدرشه؟ تا حالا چند تا شوهر، چند تا نامزد، چند تا دوست پسر، چند تا معشوق، سیفگیلی به قول ترکا، همینطوری میان و میرن تو زندگی این دختر. بعد این دختر نماینده یک دختر محجبه از خانواده محافظه‌کاره. آخه یعنی دیگه من واقعا شمارش این آدما از دستم در رفته. چند تا شوهر داشته، کدوم مرده، کدوم طلاق گرفته، کدوم ول کرده. و اینجا تیزر هم میگه که جز کورتولدوم، یعنی قصر در رفتم. بابا بستی دیگه، کوتاه بیا نورسما. یادم توی اینستاگرام هم خیلی وایرال شده بود این شوهر عوض کردن یه نورسما، خیلی شبیه باباشه. یعنی انقدر به باباش ایراد نگیره، یعنی کپی آقا عبدالله. این نشد بعدی، این نشد بعدی. کاراکتر چهارمی که قرار از سریال بره دعا هست. سلا تورکوغلو نقشش رو بازی میکنه. خیلی جالبه. دعا نقش اول سریال بود، یعنی اون زمان که سریال شروع کرد به پخش، رابطه دعا و فاتح بود که این سریال رو به وجود آورد، شکل داد و اختلافات خانوادگی دوتا خانواده. حالا دعا هم میخواد از این سریال بره، یعنی اگر دعا هم بره که دیگه رفتنش هم جدی شده، اگری وجود نداره، از قسمت 114 هم دیگه دعا توی سریال نیست، اصلا دیگه سریال رو من که دیگه نمیتونم تماشا بکنم و ادامه بدم. دیگه تو این سریال شما نگاه بکنید، تمام نقشای اول، نقشای اصلی هم دارن میرن. یعنی دیگه سریال به یک جایی رسیده که نمیشه ادامهش داد. خب آقا قطعش کنید، پایانش رو ببندید دیگه، بس دیگه، اینقدر آب نبندید به سریال. و فقط دلیل رفتن و اینکه چطور قراره بره رو من نمیدونم. یعنی اگه قراره دعا رو هم بکشن خیلی دیگه مسخره میشه، همه با مرگ و میر از این سریال خارج میشن. اگر نکشن قراره چطوری بره؟ فاتی که دعا رو طلاق نمیده، مثلا دعا بره خارج از کشور، نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته دقیقاً، ولی از قسمت 114 هم دعا نخواهد بود. پس اشل، مصطفی، فیراز، دعا و مصطفی و اشل با هم توی قایق که اینطوری مصطفی هم انتقام مادرش رو میگیره دیگه، چون از وقتی که مامانش مرده همش منتظر فرصتی هست که بتونه انتقامش از اشل بگیره. اون دوتا با هم، فیراز و دعا هم به صورت جداگانه قرار سریال رو ترک بکنن. خب حالا ببینیم که قراره توی دو سه قسمت آینده سریال چه اتفاقاتی بیفته. گفتم که قراره از قسمت 114 یک پرش زمانی 6 ماه اتفاق بیفته، یعنی میریم 6 ماه جلوتر. این وسط در مورد عمر اونال، شوهر کویلجم، هم یه توضیح کوچیکی بدم. میدونید که، یعنی اگه سریال رو دیده باشید میدونید که عمر به خاطر تصادفی کرده بود و فکر می‌کرد به یک دختری زده و اون رو کشته، احساس گناه میکرد، با کویلجم در میون گذاشت و کویلجم این وسط چیکار کرد؟ زنگ زد به پلیس، شوهرش رو لو داد. میبینید چیکار میکنن این نویسنده‌های سریال؟ یک زنی توی سریال بود که ما دلمون بهش خوش بود، کاراکتر مورد علاقه خیلیا بود، یک زن عاقل درست درمون. یه کاری کردن کویلجم هم از چشممون افتاد. آخه زنی که مدرک کافی هم حتی توی ذهن خودش نداره به قاتل بودن شوهرش، اونم توی تصادف
مثلا چطور میتونه زنگ بزنه به پلیس لوش بده قبل از اینکه شوهره رو قانع بکنه که برو خودت رو مثلا لو بده. یا تو انقدر به شوهرت اعتماد نداری، مثلا عمر دیگه هم شخصیتی نداره که با یکی تصادف بکنه، یکی رو بزنه بکشه فرار کنه از صحنه جرم. کویلجیم رو هم به نحوی از چشممون انداختن. حالا بگذاریم در مورد عمر. توی این فاصله 6 ماهه ما خواهیم دید که عمر از زندان آزاد میشه. و چرا آزاد میشه؟ برای اینکه دفتر خاطرات اون دختری که پیدا میشه، دختری که مرده، معلوم میشه که یک شخصیتی که با حروف اول اسمش گگه شناخته میشه، این دختر رو مورد آزار و اذیت قرار میداده، مزاحمش میشده. احتمال خیلی زیاد قاتل اون هست و عمر بیگناه اعلام میشه و از زندان خارج میشه. منتها چون عمر این رفتار کویلجیم رو نتونسته درون خودش هضم بکنه، ببخشه این خیانت کویلجیم رو، رابطه این دوتا دوباره سرد میشه. یعنی 80 بار اینا هی قهر میکنن آشتی میکنن، قهر میکنن آشتی میکنن. میگم من رابطه این دوتا رو هم خیلی دوست داشتم. عشق عمر و کویلجیم یک رابطه عاطفی بالغ که هر دو طرف میدونن چی میخوان و چطور باید توی رابطه رفتار بکنن. این رابطه رو هم انقدر بالا پایین میکنن که آدم دیگه از اینا هم خسته میشه. خلاصه عمر و کویلجیم رابطهشون از هم یعنی چطور بگم از هم جدا میشن، دور میشن. به احتمال زیاد توی خونه های جدا زندگی میکنن دیگه. کویلجیم حتی توی خونه عمر هم نیست. حتی پسرشون کمال هم نمیتونه اینها رو کنار هم نگه داره، چون عمر خیلی از این کار کویلجیم رنجیده خاطر شده. شاید حتی طلاق بگیرن، ولی دیگه از هم زندگیشون جدا هست، اینو مطمئنم. اونطوری که من خوندم الان دارن با کاراکتر روزگار صحبت میکنن و راضیش بکنن که وارد سریال بشه. خیلی دقیق نیست، این در حد شایعه است. شاید وارد سریال بشه، شاید نشه. روزگار اگر خاطرتون باشه توی فصل‌های قبلی دوست پسر آلو بود که بعداً با نورسما آشنا شد. یعنی انگار نورسما قراره با نامزد زن باباش، نامزد سابق زن باباش وارد رابطه بشه. چه شلم شوربایی میشه. گفتم که قراره پرش زمانی 6 ماه اتفاق بیفته، یعنی 6 ماه بعد نورسما برمیگرده خونه پدریش و احتمال خیلی زیاد نه، قراره دوباره با کاراکتر روزگار وارد رابطه بشه اگر روزگار وارد سریال بشه. کاراکتر دومی که قراره وارد سریال بشه، این رو تقریبا مطمئنم، حافظ یالچنوغلو هست که قراره در نقش امیر و پارتنر چمن یا چیمن در زبان ترکی وارد سریال بشه. و چون بازی زمانی 6 ماه هست، احتمالاً اینطور گفته خواهد شد که چیمن و امیر مثلا با هم سوگیلی هستن، با هم نامزد هستن، دوست هستن. حافظ یالچنوغلو. و گفتیم که از قسمت 114 دیگه دعا توی سریال نیست. پس کاراکتر سومی که وارد سریال میشه باید شخصی باشه که پارتنر فاتیح باشه. سرای کایا بازیگری هست که وارد سریال میشه در نقش باشاک، یک زن شاغل، ایش کادنه به قول ترکا، قوی، مستقل، که احتمالاً اوایلش با فاتیح قرار درگیری کوچیکی با هم داشته باشن، بعد عاشق هم بشن. این کاراکتر هم قرار وارد سریال بشه و پارتنر فاتیح بشه. خب به نظر شما آیا عبدالله بی رو بعد از پنبه، آلو و اشل میذارن تنها بمونه؟ نه، قراره کاراکتری هم برای آقا عبدالله در نظر گرفته بشه. یعنی این مرد تا آخر عمرش همینطور قراره همسرهاش رو عوض بکنه. کاراکتری که باش صحبت شده özge burak هست، هنرپیشه خوبیه، احتمالا میشناسیدش، با نام خدای اسمش چی بود؟ سالکم هانم. قراره به اسم سالکم هانم وارد سریال بشه. سالکم در زبان ترکی یعنی خوشه انگور. میدونید که آپو به قول آلو یا عبدالله بی نمیتونه تنها بمونه، پس حتما کاراکتری رو براش در نظر گرفتن. یه کاراکتر دیگه، کاراکتر پنجم میشه اگه روزگار هم بیاد. کاراکتر پنجمی که قراره وارد سریال بشه هاکان کاراهان هست، در نقش تونجای قراره وارد سریال بشه و با عمر درگیری داشته باشه. به احتمال زیاد این کاراکتر قراره وارد زندگی کویلجیم بشه و عمر با اینکه رابطه عاطفی دیگه مثلا با کویلجیم نداره، ولی خب ته دلش احتمالا هنوز دوستش داره، مادر پسرشه و نمیتونه حضور مرد دیگه ای رو توی زندگی کویلجیم تحمل بکنه. به احتمال زیاد اینطوری هست که قراره با عمر درگیر بشه این تونجای
پس همونطور که بهتون گفتم قراره اشل، مصطفی، فیراز، دعا از سریال کنار گذاشته بشن و 4 یا 5 کاراکتر که اسمشون رو هم براتون گفتم، حافظ یالچنولو در نقش امیر پارتنر چمن، سرای کایا در نقش باشاک پارتنر فاتیح، özge burak در نقش سالکم خانم پارتنر عبدالله بی و روزگار که اسمش الان خاطرم نیست پارتنر نورسما احتمالاً قرار وارد سریال بشن. از قسمت 114 هم که یک بازه زمانی 6 ماه خواهیم داشت، 6 ماه آینده رو نشون خواهد داد. حالا ببینیم قرار این کاراکترهایی که وارد میشن ریتینگ سریال رو بالا میارن یا نه، چون از یک جایی به بعد دیگه من فکر میکنم تو این سریال هم بعد از مرگ پنبه سریال نتونست خودش رو جمع و جور بکنه، بیننده ها رو جذب خودش بکنه، یعنی کنار خودش نگه داره. این رفت و آمدهای زیاد کاراکترها، این قهر و آشتی‌های زیاد، طلاق، ازدواج‌های مکرر، اینکه شما یک موضوع جدید وارد سریال نمی‌کنید، دائم روابط زوجین، اون هم با خیانت به این خیانت به اون، نمیدونم. تا یک جایی میگم سریال خیلی خوب بود به موضوعاتی که اشاره میکرد، مخصوصا اختلاف دوتا خانواده، اختلافات مذهبیشون یا کولج مسائل اجتماعی رو که روشون دست میذاشت و بهشون انگار توجه آدم ها رو بهشون جلب میکرد. اینا خیلی خوب بود. از یک جایی به بعد دیگه خیلی کشدار شد. اگه دوست داشتید و ادامه دادید سریال رو که هیچ، ولی برای من دیگه خیلی جالب نیست ادامه دادنش. خب دیگه خیلی صحبت کردم. ممنون که تماشا کردید. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.